با نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز از برنامه زنگ تفریح در خدمت شما هستیم. بینندای عزیز بیشتر وقت شما نمیگیریم، بریم خوشخوشک بخش اول برنامه رو ببینیم. انشالله باز زودی خس کرده میاییم. سلام بیننده عزیز، شب شما بخیر. امیدوارم که جور و صحتمند باشین و از گزند کرونا در امان باشین. این شب دو روزا خیلی درا مردم پر از تاپه میکنن. نمیفهمم لوله بازکنی چون حسینی همین منطقه، نمیفهمم حیدری همین منطقه، نمیفهمم نادری همین منطقه. میری که ببینی که مردم سعی کنیم چی میگن ارتباط بمین با ما باش. سلام علیکم. روزتون خوبه؟ بخیر. شکر، شما خوبه؟ شکر، سلامت باشین. هدف شما از این چسبوندن این تاپا چیه؟ بله. هدف شما از این چسبوندن این تاپا چیه؟ هدف ما اینه برای که برای ما زنگ زنم بگم بیا که لولا ما خراب شده که ما بیایم لولا اینا رو تیار کنه. کسی به شما زنگ نزدی؟ یعنی زنگم بزده باشه میقدر مگره بزنیم چسبک بزنیم. خب برارم دیگه فکر کنیم شما ما که هستیم ما کاسب کاریم، بفهمیدین کاسبی خور میکنیم با دم سرا مردم چسب میزنه که مرتکه مثلا گفت این خراب میشه طرف از سعی کنه، او خراب میشه دم بارش میشه تر میشه، بعد این تو پور زده باشه که بالاخره مرتکه ببینه متوجه شه. خب مرتکه نمایه ماسته باشه شما میگیره تا گوشی خو حفظ میکنه یا به ثبت میکنه دیگه نمایه قدر شما بزنید. فکر کنیم برار ما مردم که هستیم خوب ما برای مردم سهولت ایجاد میکنه، بفهمیدیم نمایه که مرتکه بیچاره از خونی خوبی روشه اهل خون بگرده کوچه به کوچه که لوله بازکنی به کجای یا تانکر فاضلا به کجای دستی که یک دفعه نی به تکلیف میشه نی از این چیز زنگ میزنه ما در خدمتونیم. آمی یکی دو تا سه تا نهایت 4 تا 5 تا نه که 20 تا 30 تا اینجا زدیم به خدمت کدومک شما نه؟ به خدمت هم مردم ما. شما چی کار داریم برار ما مقصد کاسبی خور میکنیم. دیگه در خور میگیره 15 20 هزار رنگ میده شما سعی کنین چی حالت کردین؟ خب برار ما به رنگ مردم چی کار داریم؟ مرتکه رنگ داده با خود رنگ داده باز همین رنگی که مرتکه میده ما به نفیونیم دروازه تاپکری میکنیم بالاخره حفاظت در رنگ میشه. یخی فکس دیگه میگه مال خود از خود مال مردم قط و پت. تشکر. بله. تشکر از شما. سلامت باشین برار من. ببینید. یعنی واقعیت ببینید عزیز باور کنیم وای بالی و آدمی که به اینجا خونه داره. یاله این چی روزه باور کنید که دیونه کردم مردی مردم. سلام علیکم. و علیکم. خیرات لولو. البته اینو تو چسب کردی؟ نه لولو جیگر من مال یک نفر انیمور بچسبوندک باز پس بکندک. با خدا لولو نمیفهمیم خودی از این مردم چه کار کنیم. امی در سگ به چی مقبولی به چی چیزی رنگ کردیم. ام صبح بس بیرون میشم نمیفهم باور که بگیرم نه 2 ساعت رنگ بالی از این مصرف کنم 1 ساعت رنگ رو تکله خودی خیلی میکنم. امی یک دفعه بگیرم بیای نه وقت در یک زنگ نمیزنه که برادر امینا رو بچسبونم سیکو. امی صداقت 20 تا زده این رحمانی سیکو 50 تا زده این جمی سیکو 15 تا زده نمیفهم حسینی مشو از صدای فیه چی بلایه با خدا به بلا از مردم افتادین لالا. تو البته تلویزیونی؟ بله. سبب بخشین لالا خیلی معذرت تیار هستیم بخیری اعصاب من خیلی داغون بود تیار هستیم. چی گفتنی داریم به کسایی که لالا گفتنی چی بگم بابا که اگه بگیر نه ایت 1 ساعت رنگ تا سر خیلی میکنه که بس رنگ بفهم که در رنگ کردن چقدر زحمت داره با این پاک کردن چقدر زحمت داره. سکو در به چی مقبولی تو بیا صبح بیا کاغذ بک سکو اینا همه کاغذ میده صبح میام بابا اگه بزین یک دانه بهم یک چنگی بزنه دیگه نگفتم 20 تا یک اسم باشه دیگه هم خودت بشه در سرات بزنه دل تو قبول میکنه. اما اجازه هم بگیر حداقل برو همین کاغذ هنه بگی به در خونه خو تک تک می پیش ما باشه لالا یک روز لازم میشه مگه به درس را بچسبونم. خداوند هدایت کنه. از هدایت تیرم لالا از هدایت تیر همین صدا مول برسون نمی گوش مسئولی که مینا رو گیر میکنه حداقل یک جریمی بندازه لالا درز تک 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 بله بگی لالا می کاغذ یک وقت ما با خدمت شما نه 20 تا سیکو به یک اسم سیکو تو سیکو لالا سعود داری کنه داری و سیکو ما چه کار کنیم دست از این مردم هیچ دیگه. زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی چرا کار کند عاقل که بازارت به کنان غم مخور. بازارت پشیمانی ببخشید من از بس مخم خراب شد اینجا دیدم. خدا کنه که پند عبرتی باشه. مال اعصاب تو خرابه. خدا کنه که پند عبرتی باشه برای همگی. شب شما بخیر. خب بخش اول بدیدیم بینندای عزیز
گزارش بود دیگه، هرچی بود بالاخره خیر باشه. خب بخش دیوم برنامه انشاءالله اول خدای پاک اگر زندگی بودک سریال باغ بالا سیاه پی انشالله برو کاره که قسمت به قسمت ما با تیم همکارا ثبت میکنیم و برای شما به نشر میرسونیم. این قسمت اول سریال باغ بالا سیاه پی با هم نمایش میبینیم و انشالله زودی باز برمیگردیم که قسمت 30 هم شما معرفی کنم. منگورا که دیگه بخورده باز کینه. خب چی من صبر کنی پیداره؟ بله نشناختم. های استنیدم جو خوبی خیریت و خیری اول بخیره. دخترک میستنه نواسکا استنه نواسکامه تیار کسالیم. چی که پا گفته الهی شکر کاری می شد. آخ دومات جو آخ درست خوب دومات جو به تا تلفن گو صحبت کده نمیشه. درسته که قراری شد، امنیت شد، هیچ گپی نیه، صلح شد، امنیت شد. حالا که تا تلفن گو نمیشه که من با تو گپ دارم و یکی دگم من دوجوی باق اینجا ضبط کردم. یک چرتا گمان هم دارم دیگه بابا تا تلفن نمیشه با تو بیا که نزدیک صحبت کنیم. اگه دیدی که رادش تک میرین گپی نیه. شکر خوشیت هم خوبه، خوشی برگاکت هم خوبم، همه تیارم. کی گل امی انارا که خوب بیا که میکنه میبره به نمزاد میاره به نمزاد خوب. بالکل مغز سرم دیونه کرد با خدا خیلی هم مایمون خیلی هم مغز سرم خراب کرده اید. باید بیا بخیر گوشه. خب امی که پارک 2 ماه 3-4 ماه جلوی تانم برای ما بگفتی مشکل نداری بیا که نزدیک صحبت کنیم باید با تا تلفن نمیشه. ولی گپ بزن اگه ما از اینجا وقتیم بیایم بهرات کار کسی بیام برای ما پیدا میشه نمیشه. خوب گپی نیه. وقتی بیاد دیگه از اونجا شما تا به می ایراد ازدی به کرای شما نه. درسته که میگه صلح شده، امنیت شده، هیچ گپی نیه، قراریه. خب بیا که دو ما جان رسیدیم خوشو کنم ببینی، خوشوبری کنم ببینی، گیلا کنم ببینی، گیلا کنم در خلیات کردم. من بیام 26% میکنه از تو وقتی بیا که نزدیک صحبت کنی. سلام بسیار به دخترم به نواسام رو همین نواسگاه خود بیش کنی. خدا حافظ دیگه خدا حافظ. شاید ایمی دومات هم راست بگه. راست میگه. این دیگه چی کار میکنم؟ چی مهم؟ این دو جو انگوری که من گیرای کردم این چی کار میشه؟ گم که باز که بیایه بخیر کچی بلکه تا شایی که من بیایه همین جگه که کار کسی بود ول میخواستم میرم برات کار کنم ایرم. آن یک جو انگوری می یک ساعت انگوری چیندم. مادر نایب به کجا مرگی مادر نایب؟ بله چیکار شما؟ آخه تو به کجایی که من یک ساعت در صدا میکنم. بله بیامدم دیگه چی کرد؟ بشی بجا خو میگم بگین امرو با دومات تو زنگ زده بخشی هم هر روز زنگ میزنه دیگه حالی خبر تازه کنیه. کیر میگی تو بکاکش کو؟ همین گیلا که میگم دیگه. هستن گیلاک زنگ نزده. کی زنگ؟ ایدگل زنگ زده ایدگل ایدگل جان زنگ ها خوب چیشته بودم دخترک مینا خوب بودم به چایو. من بمسر جو انگور رو میکردم خوب دیدم زنگ هم گوشی بردشون که تو ما تو ایدگل خوب سلام بسیار میگفری تو علیکم سلام. از دخترتم پرسان کردم گفتم دختر میشتنه گو تیاره گفتم نواسا گو تیارم اینا ما یاد نکردیم. اشته همید ته که یک سر کردم جلو بخیلی میگم تا گوشی باش که میامدیم جلو گپ میزدی من دو کلمه گپی میزدم. آخه زن گوش که گپه بگین
باز می گپا 4-5 جلوتر خور میگفتن که دیگه پا همه گپا که میگفتن بیایم به ایراد بیایم آل ایراد امنیت شده صلح شده قراقراری شده هیچ گپی نیست بیایم به ایراد بیایم خب شما چی گفتین؟ من برای از او گفتم آلی اگه ما به ایراد بیاییم گوش کزن بله. تو دوش ببرد دیگه پایتانه من گفتم اگه تو ما به ایراد بیایم کار کسیبی هم برای ما مسئل میشه یا نمیشه چی گفتن؟ ها دیگه از نگاه ورطا پورتا که بکنیم برای کار کسیبی هم ما مسئل نشه گو آه شما خودتو جان دل جمع باشیم کار کسیبی امنیت قرار کرد هیچ گپی نیه گفتم پس بیا یک تلفن نمیشه نقدی گپ زنیم بفهمیدیم خب اگه بریم به خدا خیلی خب باشه زن او بیایه خد از او اهل پرسان کنیم به تگوشی نمیشه خب زنگ زدی بگیم کی او میاد بگفتن گفت زنگ زدم گفت شای جا من میایم بریم شما به خدا زودتر ولکم زنگ بزنن دیگه خود شما به خدا دل ما بترخید به اینجا برای دیگه نگه زن از می انگوره دو خوشی کش که بخوریم میشه که چی سطل میکشم بگیم آسته جلو کنن تیکن بردا به دست من خب ببینم این انگور رو میکشم شما یک زنگ دیگه بزنی سی کنید دقیق زنگ برو زنگ زدم تیاره دیگه برو من موندم شال دیگه ای بابا تو خب مادر من حساب تو خراب بود فقط گوشت پیره شطوره بله 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 شما کینی که صدا شما نمی آید بله کینیم شما خاطری که ما بتا مخبخون ما امروز فعلا داریم ما فعلا داریم ما دیگه به جمع منه بیبی برفته به آرایشگاه شما کینی به نشناختم بله کیر تغییر دو ما به سر دیگ مای دیگه چیز تیار اشکالی شلغم نمیفهمم چی میگی تو کینی هرچی هستی بگو اسم خود بگو بیروشو آره خوب شد کینی شما ها تونی بلغیسی سلام هشته هستی خوبی خیراتی جانجوره دم غنیبت شکر فضل خدا چی عجب گوش شیطون وا باشه که تو با ما زنگ زدی همین جا تو خیلی بیامد و من به مخبخ همینجا امروز چیز داریم ما چیز فعله ها فعله داریم همینجا کاکشی او نوبت منه چی گپایه انار بیاره ما با تو نه بابا بزو خاطری زنگ نزدی اوکی بیایم باشه من نونار ببرم به صحرا نون نمیخورم میام شما چاش چی داریم دو غمسکه خب باله من مفتم ما گوشت پیرگه پارز مسکه بخورم خب چیز میشم
خلتیر بشون. میا انارم به تو بکنم بیارم کاخه. خوبه میام. خداحافظ. ببخش اگه که نشناختم الی. خداحافظ. میام فقط تا دوبیجا میام. همین نمزود همین که همین هناره که قلر خوش داره میگه چیروش خوش داره. بس با دیونه نه. خوب لالا کمی جای بیده که بمی صورت نبیدی شما رو حال میکش. راست میگه لالا. خداوند شما رو خیر بده. این باسکیل بی صاحبی برای که ازی بکنی بده شما با فرغون به جلوی میبینیم نبینیم. خوب شد اودش اگه نه دیدی انارا من ندیدیم. نه دستم هنوز بخون شد. انارا من بر نداشتیم اگر. خداحافظ. خیر مینی لالا. خیر میگه شما. خداحافظ. خیر برای ببخشید دیگه. خدا ببخشید. اجی کجان دست شما داد نکنه. خیر بینیم زحمت کشیدیم. خدای خیلی خوشمزه بود. دست اجی خوشم هم داد نکنه. خیر نوشک جان شما نوشک جان شما خوشمزه که تا بجای که بگیر کنه. بگیریم از دوغا بگیریم. دوغا کامید و دوغا زده اصلی که تا با جای که بگیر کنه. خوب دوما جو شما که با ما گفتیم بیایم بیرات. درست گپ شما که بیرات آرمی است، قراقراری است، جنجال چینیه. دوما جو اقلا دوما جو به می منطقه ما امی کاسگک دوغ امی تریسک انجور پیدا میشه. آیا اگه ما بیرات بریم بیکار نمیمونیم؟ دل جمع باشیم اجی که شما بخیر خوشی یک دیگه پا شما میرو سر شه دیگه کارا بخوریم به دوشمه. امی تا هر کاری که بگیم هسته. کسب زیاده و کسب خواسته باشیم میوه فروشی کنیم صاحب مهربان به هر کسبی که شما خواسته باشیم بریم کار بخو شروع کنیم میشه که کار کنیم. حالا شما چه کار میکنم نوما جو؟ من دیگه همون کسب سابقه من بیخی نشد. شما خود کش میکنم دیق قلعه میکنیم خود شما. چی؟ قلعه گیری دیق قلعه میکنیم. بله ها همین دیکا سیار سفید میکنه. دل جمع باشه میشه بخیر. فقط یک دفعه شما به امید خدا برسیم. منطقه دوما جو بله همین به شما میگم که من خیلی یک بچه دارم که میفهمی. بله که دیگه بچه که من بیکار نمونم. انشالله بیکار نمیمونه. شما دل جمع باشه بیکار نمیمونه. خب ما با شما قول میدم. خیلی نوجوان بیدی چرا کاکا؟ آخه به می مدت 5-6 سال میشه تو به من یک زنگ نشدی، یک خبر از من نگرفتی، یک چکر نمیدی. های
نه دیگه کاکا جان، اگه راست بپرسیم شما راست میگین. دیگه من این مصروف می درسای و بالاخره یکی هم دوره دیگه، راه دوره میفهمین که تا بیایم دوستشو بر راه میمونیم و بالاخره یلا دیگه کاکا را درسه مرتکه 15 و 16 بخونده به تعبادا گری داره یا تو چرخ داره. امیتا میگم کوئی گپ هست بازم امیتا ما که خبر ندارم امیتا میگم بازم تا پتلاش خور میکنیم پناه خدا. راستی یک چیز دیگه کاکا، همون دومات شما کجا شد؟ همون عروسی خوبه کرد یا نه؟ کجا دومات ها؟ همین یک دومات نداشتیم همون 5-6 سال جلوی‌تر. یک آدم خوش طبیعت هم بودم. مگه زرد خرابه پیشکش گوی تال 13 داری پتاده 9 سال کجا هستم؟ اگه هست زنگ زنیم همین پیدا میشه همیشه میاد. یعنی از اون اختال 13 داریم هر وقتی میاره به 150 ریفه منطقه خیلی مهمور خیلی دوست. بچه راستیه بچه خوش طبیعت بمین نمزاد خو ولی مکری خیلی من بمیخواتی بمین نمزاد خو انار بکن بی بکن کشی انگوری بیار. خیلی نمزاد خو مثل دوست داره. ساقه چی بستو بیار حالا بخواه که می دوتا قدم دیگه خوش باشم بخور گپ نیه. پول چی ارزش داره؟ انسانیت مهمه. انسانیت. خب نون هم بخوردیم. من یک دو جوه انگور ضبط کردم. بسیار صحیح. انا لکه شما میریم من بالاتر انگورم تی کنیم باز اگه میل شما شد از این بمون انگورم بخوریم. بیخی سه بریم کوکو جان. بلاشین. از این موتورا بسید. و علیکم خوبی کوکو جان؟ سلامتی جان؟ تجاره؟ بیر خوشحالی؟ بفرم هستم بخونیم؟